اگه تو هم جز افرادی هستی که فکر میکنی پول زیاد دادن به یه برند نشون دهنده خوبی اون برنده، تا آخر این ویدیو با من باش. جدیداً چین یه سری ویدیو داده بیرون که میگه کلی از برندهای معتبر و معروف دنیا محصولاتشون رو میفرستن چین، تو چین ساخته میشه و برای اینکه فقط لوگوی برند روشون بخوره به کشور خودشون فرستاده میشه. این ویدیو کلی سر و صدا کرده. اما در رابطه با محصولات پوستی باید بهتون بگم که یه محصول کلی متغیر داره که قیمت اون رو تعیین میکنه، مثل مواد اولیه، مثل هزینه حمل و نقل، مثل هزینه کارگر، انبار، نگهداری و کلی متغیر دیگه که قیمت نهایی اون محصول رو تعیین میکنه. پس لزوماً گرون بودن یه محصول نشون دهنده بهتر بودنش نیست. اگر یه محصول با کیفیت با قیمت مناسب تهیه کردی، همون رو نگه دار، لازم نیست پول به محصول گرون بدی.